حال مقام عظما بگم. حال مقام عظما چندان بد نیست در مقایسه، البته آیندهش که بدجور درد میکنه. اگه وای میسادی دعوا میکردی بهم میگفتم که آینده مقام عظما یه طوریه که این حال بدبختیش پیش شمش طلاست. من اومدم یک نگاه استراتژیکی بندازم به کل وضعیت نظام از بالا. کاری هم به خورده‌ریز ندارم. اوضاع یه مقدار 3 هست، 3 بیشتر، 3 تا 9 تاست اوضاع. داستان بشار رو اولش بعضیا میخواستن یه طوری نرم بگن، نمیتونستی بگیم طرف داره سرنگون میشه که. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که شوته بچهش رفته بود بالای دیوار، بهش میگفت بچه جون بیا پایین میافتیم مریض میشی ها. ولی دیدیم قضیهش جدیه. هل حضر هذا نظر شما یا تهدیدهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران جدی است؟ نخیر، شوخیه. هذا شوخی به منطقه بدجور. قال مرحوم عبوی دائما بزن بهادر. قلت نعم. باقیشو عقول فارسی که اعضای کنفرانس بین المللی هم بتونن بفهمن. یکی همچین زد تو گوش مشنگه که دور سرش همینجوری ستاره ها میچرخیدن و بلبلا سوت میزدن. مشنگه گفت نفهمیدم شوخی کردی یا جدی بود؟ طرف گفتش خیلی هم جدی بود. مشنگه گفت شانس آوردی چون من با کسی شوخی ندارم. تیتر نگاهی به حال و روز مقام عظما. مقدمه: مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که شانس یک بار در خونه آدمو میزنه، بعد شانسی دستش از رو زنگ ور نمیداره. بدبختی هم که کلا کلید داره اون تو نشسته. شانس ایشون این بود که بعد از ارتحال به دلایل فوقانی و فوق فوقانی، یعنی ر عین سین، همون ریش عمامه سیاه، زدن و بردن. بعد شانسیشون این بود که نشد اون موقع یه مدرکی چیزی براشون جور کنیم که مسئله مرجعیتشون یه جوری حل و فصل بشه، تو حوزه تحویلشون بگیرن. بدبختیشون هم که اصلا از تو خونه بیرون نمیره. اینو که مردم که سله، حوزه هم که بیخیال، گماشته خودشون هم ناچیز تر خورده میکنه.